یک ساکنین ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تقریباً یک هفته پیش از تویش سیرکا خورده خودکشی کرده است. نورعلی رجبوف 34 ساله روز 11 مارس امسال باید عروسی میکرد، اما به جای خرسندی خانواده را در ماتم نشاند. جسد او را روز 6 مارس در زادگاهش دفن کردند. دادستانی ناحیه مومن‌آباد علت خودکشی نورعلی رجبوف را تحقیق دارد. برادرش قاسم رجبوف روز 7 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات انتظامی شناسنامه و تلفن موبیل نورعلی را با خود بردند. او گفت خودکشی دادرش برای آنها نیز معماست، اما گفت نورعلی رجبوف از اول نمیخواست عائله دار شود و همیشه تاکید میکرد است که نفس دنیا را در وجود خود کشته است. این همصحبت ما گفت بالاخره چند پیش دادرش را راضی کردند که با یک دختر عائله برپا کند. نورعلی رجبوف روز 5 مارس امسال باید همراه نامزدش به اداره ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس رفته خود را ثبت نام می‌کردند و همچنین عروس را از تشخیص طبی می‌گذراندند. به نقل برادرش نورعلی رجبوف در خانواده عبارت از 12 فرزند پسری خورده بود و هیچگاه ازدواج نکرده است. رستم شریپوف سرپزشک بیمارستان ناحیه مومن‌آباد روز 7 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام تلاش را کرد اما برای نجات نورعلی رجبوف بی‌فایده بود. سرپزشک ناحیه مومن‌آباد در پاسخ به سوال اینکه آیا احتمال نجات نورعلی رجبوف در بیمارستان‌های دیگر وجود داشت یا نه، گفت ما می توانستیم او را به بیمارستان کلاب یا دوشنبه فرستیم، ولی سیرکای تازه خورده است، داخلش سوخته بود و بردنش فایده نداشت. سالهای آخر حادثه های خودکشی از طریق سیرکا نوشیدن در منطقه های تاجیکستان افزوده است. چند هفته قبل یک جفت نیز در منطقه کلاب از طریق نوشیدن سیرکا دست به خودکشی زده بود. از آن پیش تابستان سال گذشته رجبی خورشید ساکن ناحیه واسع ولایت ختلان بعد از تهمت و خشونت روانی و جسمانی شوهرش سیرکا خورده پس از چند روز در بیمارستان درگذشت.